تو کیسی؟ موجوده. بنده کیسی؟ بنده خدا. امت کی میشی؟ امت محمد مصطفی. در مذهب کیسی؟ در مذهب ابراهیم خلیل الله. اولاد کی میشی؟ اولاد آدم شفیع الله. من در مسلمان شک دارم. شاهدت کی؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. ایمانت در چه وقت به چی میگیری؟ میبینم به زبانم میگیرم. اشتهی میگیری؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. در سر چیست؟ در سرم تاج دولت. در گوش چیست؟ در گوش مرجان قامت. در دهن چیست؟ در دهنم کلمه طیبه. در بینی چیست؟ در بینیم بوی محمد. در چشم چیست؟ در چشمم نور محمد. در دست چیست؟ در دستم خیل شقاوت. در پا چیست؟ در پام لبه اسلام. اول کلمه را بخون. اول کلمه طیبه گفتنش چی؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. شاباش کردش. وقتی از خدا بچه طلب میکنید، اگه تازه ازدواج کردید، دست رو بلند بکنید اینطوری دعا بکنید: خدایا فرزندی به من عطا بکن که در بدنش سالم باشه، در اخلاقش صالح باشه، در خدمت به دین تو و بندگان تو مصلح و مجاهد باشه. خدایا این فرزند رو با این اوصاف به من بده. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه. مسجدها کشاده شدند، مسجدها کشاده شدند، مسجدها کشاده شدند. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. به مسجد بنگرید، درهایش باز است. ماشاءالله ماشاءالله. من دارم به سوی مسجد میدوم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الحمدلله الحمدلله الحمدلله. چی خوش است به خانه الله برگشتن، چی خوش است به خانه پروردگار باز آمدن.